یک. سلام بچه، حالتون چطوره؟ رفقا اومدیم با ویدیو سعی کن نترسی با جناب رادین بتا. سلام برعکس دوست داشتنی من رادین بتا اینو در بیار و خوش اومدیم به ویدیو سعی کن نترسی. خب یا خدا به خیر رادین کنه. بتا ایشالا شما که اینو میبینی یا نه باید درستش کنم. چی رو؟ ها به. خب برگشتیم. رادین بتا ایشالا داری دیگه. دارم بریم. مشکیه منتظر چی هستی؟ منو امیر رو فالو کن. ادیتور خودش ادیتور میشه. ادیتور خودش حالا نگاه کنید چیکار Okay, Jake, I'm going. Just give me a minute. با که سر مامان بی مسئولیت جدا از مسئله. الان هم دقیقا 10. الان هم دقیقا 10 داریم ویدیو میگیریم. ما 2 شب یا اول چیه؟ بخشی من من زیر سرم هم باشم با هدفون باشم اینجوری نمیشم. من چرم رضا پیش یا و یه ساعت داخل خونه شون چرا بیرونی؟ 30 31 32 حس که نداری؟ ندارم و در سکینم خیلی من که صداشو ندارم. او صداشو نداری دوستان. بریم صدای رادین رو بیاریم برگرد. یا خدا زیر مبل پایینه. نه بگرد مشکل چرا داره. روشن کن. نه دیگه اینا عادت دارم چرا خاموشن. من میگم این ساعت 10 شب مادرش کجاه؟ سوال فهمی. ما الان ساعت 10 شب مامانمون کجا هست؟ ما دقیقا بچه ساعت 10 شب. آره من دقیقا 10 شد. از اینا از این ساعت ها بابا بیا همینجا درم قفل کن برو. شاید شد 18 16 دقیقه که دقیقا مسئله انشالله رادین صداش که داریم. یا اول صداش رفت. بابا صدا نداشت الان. الان رفت. الان Heather, open the door. Heather, why did you close the door? I was gone downstairs for 1 second. خوب به خیر گذاشت. Okay, I know your mom said you should go to sleep at 10, but I'll let you stay up until you fall asleep, okay? مراقبش بود. مامانش
اینم رو بود. کی بود؟ تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. این الان چی بود؟ من که جز این الان چی بود؟ رادین قطع شدی؟ سخت شد. ناموسن؟ خب هیچ فیلم اول به شدت چرت و پرت بود. میریم واسه فیلم چرت و پرت. چون ما توی ایرانیم بدبخت. وای بدترین چیز شاخه‌ایه که شب به پنجره میخوره. وای 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 وای. آماده ای؟ دقیقا آمادم. اینجوری چسبیدم به صندلی، آمادم هر جام پسکری بیاد بپرم عقب. درو وا کن عزیزم، درو وا کن عزیزم، میخوام بیام ببینم. این وسط چی بود؟ خب بلند میشه بعد میبینه هیچی نیست. مثلا من اینجا چراغ قوه چرا کنارش؟ نه منطقی شد داد. یا بله قد شد. چه کاری بود خواب کردی یارو بیاد زیر پتو؟ دقیقا و چراغ قوهش خیلی بزرگه برای سخت شد. نه مامان بابا نداری تو؟ این صاحب نداره. چاکیه؟ آره من یه قسمتش دیدم دیگه ندیدم. منم قسمت وقت اولش دیدم. میکردم. مانابلم بابام نذاش ببینه. شانس نداره. خدایا مشکل داری بی‌ناموس. ما داریم زحمت وای. میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومد. نه پدر مادر بود این سورپرایزش میخواستن کن. این چه کاریه؟ این کدوم؟ فیلم 3. کدوم؟ این آبی آخریه پایین. آره ترسناکه کوتاه. این نه او پایین پایین. Ready for set. بقیه ویدیو همون هم ببین.
لطفا خواهش. ساعت 10 نصف شب. خب آقا بفرم. یک حرکت هدفمند. یک حرکت تبلیغ بذارم برام. فیلم. ما خب فیلم 3. بله زایه واقعا چشاش مساج بگیره. چه سوسول بازی. بچه تو کامنت ها بگید اگه میخوایم پارت 2 شو بگیریم بگیریم. ولی پارت 2 بهتر از این پارت. ناموسن؟ همین الان ریده تو خودش به من میگه پارت 2 بگیریم بهتره. بچ هر وقت صداقت شد صداقت. برای تو صدا داره؟ برا منم نه انگار فیلم کلا صدا نداره. یه هم بکنه. باز ماتریکس گرفت. یا خدا سمعک تو گوششه، اون اونجا چشمش اینه بابا بدبخت. و Can you hear me now? کر بود. How did you get inside my house? چشمین کرده بودن سمعک به داخل این. I found you in my bathroom this morning. How did you get inside my house? Mary? مریه. Is your name Mary? درش نیست که مریه. مریه چی بود؟ I need you to listen to me. I found your wallet and I just want to make sure. Is your name Mary? Are you Yes. hungry? No. Are you thirsty? چرا دقیق Have you got any allergies I can make you something? It doesn't say on here. Do you have any allergies? Is there anyone that you want me to call? Your mum? Anyone? که مامانت خبر بدم میگه نه. No one. Do you remember what happened خب من انگلیسی خیلی خوب. last night? Do you remember what happened last night? انگلیسیمون خیلی خوبه. ها ها ها. بابا این چیه؟ چرا همه فیلم ها باگ یا لگه؟ لایک. Mary, what happened last night? در اصل مطلب رو دارم میگه. اوه مری این شکلی بود. عجب دماغ مشتی. تیراهنی واسه خودش. کنده درخته. آها. دویدم سر کوهی رسید. جایی نرسیدم. اشکو کرشمه چه مشاعره شدی. خب شب شد. گفت مشاعره. یه چیزی هست در بحث این که کاریکاتور رو که میدونین چیه؟
عکس های بله. مضحک هنر رو میگن کاریکاتور. مضحک نقاشی. حالا ها اینجوری کاریکاتور یعنی یعنی نسبتا شعری که قافیه داشته باشه و همزمان طنزآمیزی شدید داشته باشه. مثلا میگم از من رادی مثلا از من یه خواهشی چیزی بکن. بیا چی بیا ای گل بیا. آره نه یه خواهش کنم بگو نمیدونم. خواهش میکنم تاثیرگذارتر یه چیزی مثلا خواهش درخواست کن. یه ریال پول بده. من که خودم خیلی دیدم جواب تو هم خیلی میدم. بر مثلا یه چیزایی مثلا هر وقت حرف از صداقت شد ما این که جمله بنده دارم که اینا رو بهمون تدریس میکنه تو حالا مدرسه. ناموسن؟ این از خوب چون ما طرفدارای خارجی هم داریم و اونایی که به شدت طنزه رو بیایم برای شما پشت سرم روی برگه مثلا بنویسیم 30-40 تاشو بیام توی قسمت بگیم. اگه خوشتون اومد حتما بهمون بگیم. و در ضمن رادینم یه میشه که کانال فیلمیکس داره، اونم حتما برید تو ایتا روبیکا و به ادامه ویدیو. تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. ادامه ویدیو بعد. چیه؟ چیه؟ حالا خیلی ها شما مثلا این چه سطح از کیفیت کار ما نوبیم تازه کاریم آقا. مشکل داری تو نمیشه بعد سرمون. خب حالا میشه که کوچولو درستی هم نداریم. مثلا من الان یه کامپیوتر دارم با بچه فعلا رو چون شما ضعیفه. اگه حالا کمکی شما همتون حریفه که کوچولو یه کامنتش خیلی ریز مثلا میگه بگی خسته نباشی حالا هر چیزی باشه این بازم برای ما ارزش داره. کمک بزرگی به ما میکنه. بچه این آقا فقط هم ویدیوی خواستید ما تو هر چیزی خواستید کامنت ها هست. به کلت مثلا یه ویدیو خودم پیشنهاد داشتم اینکه رفت اما هرچی که رادین به تا میگه رو باید انجام بده. هر غلطی مثلا یه نده شدم کلیک چند تا هستم یه برو خودتو بده تو آیسا تو بده میرم باید برم خودم رو بدازم. یا مثلا میگه اصلا باید با نسخه 1.4 پلی بدی. من باید حتما این کارو بکنم. من معمولا کرمامو میرم. من پس آدم خیلی کرمی. من اینو میشناسم. چاقو هم گرفت دستش استادم همین چاقو چیکار میخواد آقا؟ واقعا اینا ترسناک هم ولی ما خیلی آدم بیخیالی هست. یه جا میارمش بچه ها تابستون فعالیت همون شاید بیشتر بشه مخصوصا چون موقع دیگه من 2 تا سیستم دارم. فعالیت که تو تابستون بیشتر بشه دیگه شاید اصلا اومدیم سایکو نخندی و این گرفتیم
ایشون هم تابستون دقیقا میشینه اینجا بغل خودم، اینجا بغلش میشینه بغل خودم. یا موقع وبکم و اینا هم جور میکنیم، میخواد کیفیت رو بریم بالا و بیشتر سعی کن نخندیم. بخوادی یه حیات خوبی هم داریم. آره میام try not چاقو رو نگاه کن، چالشای سخت بردازم. اگه مثلا به خدا من بگیریم با مجازات میایم اینجا کنیم. بچه ها اولین کامنت که بگه ما چی کار انجام بدیم هم راستی غذا تست میکنیم. بر مثال مجازات شکلی که اولین نفراتی که ما رو دنبال کردن نه و کامنت گذاشتن یه قرعه کشی هم حالا بذاریم، دوتامون با هم بیایم بگیم مثلا تو این روبیکا بیاین مثلا تو این گروه هر کدوم یه سلام بنویسیم. اصلا تو کپشن همه جاهم نمیزن. خیلی جا تماشا کردید، من ریدم. نه جدا ترسیدم. ترسیدی؟ نه ترس. بنده خدا آقا به جای اینا نه امیر که نه امیر فالو به جای اینا منو فالو کو. نه آروم والا ما هنوز نمیدونیم کنترلمو از دست داد. کار میکنی یا اپارات سر کجایی؟ خب امیر صدا منو داری؟ یه لحظه عصبی شد. من ریدم تو خودم و سعی نخندیمون همیشه سعی کن نخندی بود؟ نه سعی کن شما بگی ویدیو مشترک بعدی هر مجازاتی که بیشترین رو بگیره، بیشترین لایک و کامنت ها بگیره انجام میدیم. مجازات هم مجازاتی که انجامش داد. مثلا بالمثال مجازاتی نباشه که آقا نمیدونم مثلا بیاد سر اینجا رو سیستمت آب بریز. خب که ندارم آقا اینا چیه نگید. سری بیا یه ویدیو ضبط کن. این مثلا میشه آقا یه چالش قشنگ کردم موده رو بگی. اگر خوب بود با هم انجام میدیم و اونی که گفتم اسمشو میگی. ناموسن؟ بله اسم آپارات چنه یه بابا من اگه البته راضی باشه. بچه کوچولی که بگذره ایشالا سراغ گیم پلی و اینا هم میریم. علاوه بر چالش ها البته که من نوبم. گیم پلی هم مانکرافت هست، بندی اندیک ماشین هست، دارک ریوالش هست. فعلا سیستم اونقدر قوی نیست که تنبازه سنگین تمیزه، اما جی تی ای وی پی سی هست آفلاینش. اگه مودی چیزی هم باشه بلد باشیم بفرستینه. و اینکه یه شیدر پک خوبم برای تیرانچر اگه میشه معرفی کنی. با سیستم لگ شد قطع کن چون تصاویر این شد، قطعش کن تا تصاویر درست شه. من اینو میارم. من فقط همین ستا رو فعلا دارم. چی؟ خب بچه ها خیلی ممنون که این تماشا کردین. کرم که میگفت این ویدیو رو تماشا کردین. راند بعدی مجازات رو بذاریم داشته باشه و پارت بعدی راند بعدی انشالله قراره که سعی کن نخندی یا جرأت حقیقت بیاریم و مجازاتش خیلی شدیدتر از این حرف هست. به انتخاب شما ترای نات تو لف یا جرأت حقیقت. اگه هم بخواین اصلا میریم توی گیم هایی مثل استامبل گایز، کالاف، فری فایری، پابجی چیزی هم دیگه وصل شیم و چی دارم میکنم ایواز آخه بنده پولو هم ایشون نوب پولوه سگی بابا برو بزن پاک بیاد بابا. ببین همین دمپایی رو
نه مادر من مادر من همین بطری رو گردن من. خب دستتون در حق نکنه داری. که ویدیو رو آه. کردین، لایک کامنت و اینکه گفتیم که چه کاره بابا باگ میشه، هی این تصاویر من و تو هی باگ میشه، سیستمم تخمیه. سی پی یو داره میسوزه. مشتبه قطعش شو. این تموم نکرده هنوز. خب وایسا. خب بچه ها دیگه خب بچه ها ممنون که تا اینجا ویدیو تماشا کردین. لایک کامنت و ساب کردن اینو یادتون با این هر ایشالله اوشون دوبار کلیک کن رو صفحه بنده رو تو آپارات همیشه داشته باشین تا گیم پلی اینو و چالش دیگر. خدا نگهدار. ساب کن منم فالو کن به جایی. خدافظ. وای قطعش کن